اگه میخوای توتیت سالم و خوشحال باشه، وجود این 5 وسیله توی قفسش ضروریه. وسیله اول، نشیمن‌های متنوع. قفس توتی باید 3 تا نشیمن داشته باشه. 2 تاش نشیمن چوب طبیعی با قطرهای متفاوت و یکیش نشیمن کالباسی یا نیم دایره تا بتونه روش استراحت کنه. وسیله دوم، ظرف آب و غذای استاندارد. ظروف پلاستیکی و بی‌کیفیت خیلی زود خراب میشن و بهتره اگه استفاده میکنید چند ماه یه بار عوض کنید. وسیله سوم، اسباب بازی‌های جویدنی. توتیا برای ساییدن منقار و ناخن و سرگرم شدنشون به اسباب بازی‌های چوبی و طبیعی نیاز دارن. وسیله چهارم، سنگ معدنی یا کف دریا. سنگ معدنی و کف دریا برای سلامت منقار و تأمین کلسیم بدن پرنده نیازه. وسیله پنجم و آخرین وسیله، توری فضله‌گیر. توری فضله‌گیر برای رعایت بهداشت و جدا کردن قسمت فضله از بالا واجبه و از خیلی از بیماری‌ها جلوگیری میکنه. به نظرتون چه وسیله دیگه‌ای برای قفس پرنده نیازه؟ تو کامنت ها بگید تا با هم بررسیش کنیم.